پیش از سر کردن ویدیو کانال یک خواهر اسلامیمان را که فوکوس بیزگرانیت یعنی کانال پخت و پز را من برای زنها توصیه میتیم. کانال بیحد ناف. از این کانال شما میتونید شیرینی، تارت، کلچه قندها، خوراک های ملی خودمان را دسترس کنید. خواهر اسلامیمان خواستن برای زنها از نازکی های پزندگی یگانچه آموزن. حتما ما کانال خواهرمان را دستگیری میکنیم. آبونه شدن را فراموش نمیکنیم. یارو دوستای دعوت میکنیم. انشالله با دستگیری ما این خواهرمان پیش میرن. دستگیری ما پیشروی زنها می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع پیچینی بننجیک با چهارمغز تیار میکنیم. بیاد خمیرش ریزانکی خوشخور میبیاد. محصولات لازمه برای ما 200 گرم مسله ما در حرارت خانه باشد، 350 گرم آرد، 5-6 قاشق آب خنک، 2 دانه تخم و یک قاشقچه از رخلیتی لازم است، یعنی 5 گرمش. برای داخل چهارمغز و وریان سوگوشانکا لازم است. این محصولات ها برای تیار کردن پیچینی ما لازم است. ما در اول آردو میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آردومو با نیم پچکر از رخلیتلامه همراه میکنیم. همشه نیم. بعد بسیار ورمی باید کندم. پیچینی ما مازش نیاز نمیاد. من نیمچه همراه کنم. من آردومو که میخته کرده. من 200 گرم مسلامه گرفته ما آرد که ریزانک میکنیم. حرکت کنید مسله همین ملایم شدگی که ریزانک کنید بیاد خمیرامو خوشخور میبیاد. یعنی من خمیرای ریزانک کردم. نگاه کنید چقدر زرد آمد. حرکت کنید آردش بسیار نکنید. آردش بسیاری بعدم کنید خمیرامو ریزانک نمیاد، خوشخور نمیاد. من 2 دانه زرده تخم میتونید جای آب بس میتونیم استفاده برید. دانه زرده تخم. من آب خنک. آب ما باید خنک باشد. تا سخت شدنش خمیر میکنیم. بسم الله. من باید خمیرمان امتحال زرده خوش رو بیاد. ما کوی خمیرمای با زوالچه ها تقسیم میکنیم. خواهید کلانتر، خواهید معیده تر، چقدر که خواهید تقسیم کنید. با معیده تر کنید با خوش رو میبیاد. میبینید من خمیرهای زوالچه گرفتم و مدتی 15-20 دقیقه خالدلنیک نگاه میداریم. ما تا دم ریختنی خمیرامو بیزی تیار میکنیم. 2 دانه سفیدی تخم خمیرامو گشت، 150 گرم شکر، کمتر نمک و لیمون کسلات لازمه. جای لیمون کسلات با آب لیمونم همراه کنید میشد. ما 2 دانه سفیدی تخمه میگیریم. من نمک و لیمون کسلاتی همراه کرده لب میزنیم. کم کم شکر همراه میکنیم. لیمون کسلاته همین بیزی همه یعنی شکرک نمیکند، خوش روی سلیق میکند. برای همین لیمون کسلاته همراه کردن ما بهتر. من چگونه میبینید بیزی ما هم تیار شد. میبینید چقدر سخت آمد. که چهارمغزمه میکوبیم. من چهارمغزمه هم کوفتیم. ما بیزه یکم کاندیترسکی میشه یا که یکم پاکت میگیریم. نه خمیری ما هم دم گرفت. ما زغالچه های میکشاییم. بسم الله الرحمن در روزک چشک میکشاییم. بیزی ما باینش میگذاریم. چهارمغز میکنیم. نقش رو محکم میکنیم.
حرکت کنید این عاقبه شخص رو محکم کنید که بیزی ها نبرود وقتی پختن با تا محکم کنم همیشه اینطور میپیچونیم. حرکت کنید که همین پیچنیا بر مسئله در حرارت خان آب شدگی استفاده برای بهتر بیاد خمیرامای ریزاننگ برد. ما اگر مسئله آبکارگی استفاده برای مسئله آبکارگی آرد برای خودش بسیار میگیره. اهمی سبب پیچنی های ما ریزاننگ نمیاد. اینطور محکم کنید طرزی پیچاندنش عادی. من چگونه میبینید من پیچنی های گرفتم لیست با مدتی 15-20 دقیقه 180 درجه پخته میگیریم. من پیچنی های ما هم سرخ شد. ما کوین آرام میتیم. پشتاش نگاه کنید یک خیلی آمد. من ما وریانی سکوشانکه میگیریم. میمالیم پیچنی ما بخش رو. هم تو ملکای مانیدگر میشه. من چهارمغز پاشیده آرام میتیم. نمیخواد سکوشانکه مالده ما چهارمغز میپاشیم. روی آرام دادنش. من چگونه ببینید پیچنی ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر مدتش شروع شد. ما در نشر ریزه کریم بینیم شکسته کنید چقدر آمده از پیچنی ما. بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کنید یگانتاش نکفید یعنی بیزیاش نبرامد. من پشتاش بسم الله. من بیزیاش چقدر آمد. خمیرش نگاه کنید خمیرش چقدر ریزانه. خمیرش نگاه کنید چقدر ریزانه آمدگی. بی حد با لذت. کمی چشیده دیدم. شما هم حتما برای نزدیکان خود برای فرزندان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید تدپیساتیه کنید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.